هیچ وقت با عشق اولت ازدواج نکن. ریاضیدانا یه الگوریتم دارن واسه انتخاب پارتنرشون. فکر کن فقط تو زندگی میتونی با 10 نفر آشنا بشی. اولیو میبینی و میگی نه، بهتره بگردم. دومی، نه هنوز زوده. سومی هم میاد و میره ولی هنوز انتخاب نکردی. بعدش کم کم نگرانیت شروع میشه. فقط 7 نفر دیگه موندن. مشکلی که همه باهاش درگیرن اینه: اگه خیلی زود انتخاب کنی شاید بهترین گزینه رو بعداً از دست بدی، ولی اگه زیاد صبر کنی ممکنه عشق زندگی تو همینجوری رد کنی و اصلا نفهمی. پس باید چند نفر رو ببینی تا به انتخاب درست برسی؟ جواب ریاضی اینه که از قانون 37% استفاده کنی. مثلا اگه بتونی با 100 نفر آشنا بشی، باید با 37 نفر اول فقط واسه تست بری بیرون و همشون رو رد کنی. بعد بین این 37 نفر بهترینشون رو به عنوان معیار در نظر میگیری. حالا از نفر 38 به بعد اولین کسی که از معیار قبلیت بهتر باشه رو انتخاب میکنی. بریم سراغ یه عدد واقعی تر. مثلا فکر کن قراره تو کل زندگیت فقط با 20 نفر بری دیت. تو این روش 7 نفر اول نقش آزمایشی رو دارن. فرقی نداره چقدر ازشون خوشت بیاد. هیچ کدوم رو انتخاب نمی‌کنی و همه رو رد می‌کنی. ولی تو ذهنت نگه می‌داری که کدوم یکی تا اینجا از همه بهتر بوده. از نفر 8 به بعد اولین کسی که از معیارهای اون 7 نفر قبلی بهتر بود، همونه که باید انتخابش کنی. حالا به این فکر کن تا حالا با چند نفر تو زندگیت آشنا شدی، 37% رو رد کردی یا هنوز بهش نرسیدی؟